وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. اینک به عون الله تعالی ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از کتاب دروس اللغة العربية، یعنی درس‌های زبان عربی لغیر الناطقین بها، برای کسانی که به آن حرف نمیزنند. من الجزء الاول، از قسم یکم. ما یک جایه از این کتاب از درس 1 تا درس 10 را گذشتیم و هر درس به خود خاص کلمه های نو داشت و قاعده دارد. درس امروزی ما با عون الله تعالی الدرس الحادی عشر، یعنی درس 11 نیز به خود قاعده را دارد، اما کلمه های نو ندارد. موضوع درس را چنین موضوع گذاری کرده است که بیتی، خانه من. در اینجا کلمه بیت با کلمه یای متکلم ضمیر متصل پیوست شده است. این یک قاعده نوی را برای ما و شما میفهماند. بنابراین قبل از شروع کردن یک قاعده خیلی هم مهم را گذاشتنی هستیم. من الموانع وكي من موانع ظهور الحركات المناسبة، من موانع ظهور الحركات المناسبة، یکی از مانع هایی که نمی ماند که حرکت ظاهر شود، این چی بوده است؟ المناسبه. این چی بوده است؟ المناسبه. در اصل اساساً کلمه های معرب آخرشان دیگرگون می شود و همان دیگرگون شدن حالت آخری کلمه را اعراب می نامند به سبب عامل هایی که در سر کلمه داخل می شوند. اما در بعضی حالت ها همون حرکت ها ظاهر نمی شوند، به سبب یگان مانعه. فهمیدیم؟ بارک الله فیکم. وقتی که حرکت ظاهر نشود، یعنی اعراب نمایان نشود یا که تلفظ نشود، آن را مقدره می نامند، حرکتی مقدره. یکی از همون سبب ها المناسبه. به خاطر المناسبه آخر کلمه اعرابی تقدیر را می گیرد. وما كان مضافا إلى ياء المتكلم، وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها للمناسبة. یعنی هر اسمی که با یای متکلم مضاف شود، هر اسمی که با یای متکلم مضاف شود، فهمیدید؟ تقدر عليه الحركات كلها، همه حرکت ها را به او تقدیرا داده می شود. یعنی و علامت رفعه ضمه مقدره میگوید، یا که و علامت نصبه فتحه مقدره، یا که و علامت جره کسره مقدره میگوید. برای چی این خیلی میگویند؟ للمناسبه، زیرا در اینجا قاعده
المناسبه آمدگی است. و تسمى مضافا الى یاء المتکلم. همین قاعده المناسبه به وجود می آید و با وجود آمدن این را نامیده می شود مضاف به یای متکلم. مضاف به یای متکلم می گویند. مثلا هذا بیتی، اعراب این چگونه می شود؟ ما و شما گذاشتیم در درس های گذشته که هذا الهاء حرف تنبیه، هم خیلی است. ذا اسم اشاره مبني على السكون في محل رفع بالمبتدا. هم خلاص. بيتي بيت خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل. ظاهر شدن همین را منع کرده ایستاده است. چی مانع شده است که حرکت ظاهری نشده ایستاده است و محل یکی تقدیری شده ایستاده است؟ اشتغال المحل یعنی همون جایی که باید زمه میشد و اینجا بند است، بند شدگی است. فهمیدید؟ با چی بند شدگی است؟ بحرکت المناسبه، با حرکت مناسبه، با حرکتی که وی مناسب به یای متکلم می باشد. یای متکلم که سکون دارد، فهمیدید؟ یای متکلم که سکون دارد و چرا طلب می کند؟ کدام حرکت برای این مناسب می باشد؟ ضمه نه، فتحه نه، کسره مناسب می باشد. به خاطر یای متکلم شده حرکتی مناسب داده شده است مقابل یای متکلم را. برای همین میگویند که منع من ظهورها اشتغال المحل بحرکت المناسبه و هو مضاف. همون بیت مضاف شده ایستاده است. و یاء المتکلم ضمیر متصل مبنی علی السکون في محل جر مضاف الیه. انا برای ما اکنون معلوم شد که برای چی آخری کلمه بیت دیگرگون نشده ایستاده است. اگر پرسن که آیا دیگرگون شده ایستاده است یا نه، اگر گویند که آخری کلمه بیت دیگرگون شده ایستاده است یا نه، چی میگه در جواب؟ بله دیگرگون شده ایستاده است. این دیگرگون شوی را چی مینامند؟ تقدیری. دیگرگون شوی تقدیری مینامند، یعنی لفظی نیو تقدیری. فهمیدید؟ به خاطر چی؟ به خاطر آنکه همین کلمه بیت به یای متکلم مضاف شده ایستاده است. کدام کلمه که به یای متکلم مضاف شود آخری وی کلمه اعرابش تقدیری می شود. اعرابش چی می شود؟ تقدیری می شود، یعنی وی را تلفظ کردن نمی شود. بارک الله فیکم. فهمیدید؟ آخرش دیگرگون می شود لیکن تقدیری. عباره ها رو می خوانیم. هذا بیتی، این خانه من است. بیتی امام المسجد، خانه من در پیش مسجد است. برای چی؟ آخری کلمه مسجد کدام اعراب دارد؟ رفع، نصب، جر. احسنت، بارک الله فیک. با کدام سبب؟ برای چی جر شده است؟ برای خاطر آنکه مضاف الیه شده است. معلوم شده است که پیش از وی آمدگی اسم چی بوده است؟ مضاف است. کدام نمودی مضاف است؟ همونی که مضاف شده ایستاده است نامش چیست؟ ظرف. ظرفی مکان است یا که ظرفی زمان؟ مکان. احسن. بیتی جمیل، خانه من زیباست. فیه حدیقه صغیره، در وی باغی میده است
هذه غرفتي إن اتاق من است فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة در آن یعنی در داخل اتاق من یک تا تیریزه کلان است و شمالدهکی زیباست. هذا سريري وهذا كرسيي وهذا مكتبي. این کتی من است و این کرسی من است و این میزی من است. ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب. ساعتم و قلم و کتابم در بالای میزند. آخری المکتب را جر خوانده می شود بعلا و علامت جره الکسرة الظاهره میگوید. همه خیلی است. و حقیبتی تحت المکتب. و جامدانی من یا که کیفی من در زیر چیست؟ در زیر میز است. تحت را چی نامیده می شود؟ ظرف. ظرف و مکان میگویند. نافذة غرفتي مفتوحة. تیریزه اتاق من کشاده است. نافذة چرا نافذة نشد؟ چرا نافذة نشد؟ تیز جواب دهید. لأنه مضاف. لأنه ماذا؟ مضاف. ما گفتیم که کدام کلمه که مضاف شود نه الف لام قبول میکند و نه تنوین را قبول میکند. هذه غرفة اخی. این اتاقی برادرم است. و تلك غرفة اختی. و آن اتاقی خواهرم است. تمامی همین کلمه هایی که ما دیده ایستادیم مضاف شده ایستادن به یای متکلم یگان تیوی ها اعرابش لفظی نمی شود. فهمیدید؟ همش تقدیری. فهمیدید؟ بیتی. فهمیدید؟ غرفتی، سریری، کرسی، مکتبی، ساعتی، قلمی، کتابی، حقیبتی. فهمیدید؟ اخی، اختی، همه اینها اعرابشون چی میشد؟ بارک الله فیکم تقدیری میشود. سبب چیست؟ سبب برای چی به یای متکلم مضاف شده ایستاده اند. غرفة اخی کبیرة و غرفة اختی صغیره. اتاق برادرم بزرگ است، کلان است و اتاق خواهرم کوچک است، میده است. غرفة اخی امام غرفتی و غرفة اختی امام المطبخ. اتاق برادرم در روبروی اتاق من است و اتاق خواهرم در روبروی آشخانه است، طعامخانه است. لی اخ واحد اسمه اسامه. من یک تا برادر دارم نامش اسامه است. اسامه تو منصرف او غیر منصرف؟ غیر منصرف. كم علة؟ فيه علتان. العلة الأولى العلمية والثانية مؤنث حقيقي أو مجازي أو معنوي أو لفظي. لفظي نعم. يعني أسامة هنا الممنوع من الصرف فيه علتان. العلة الأولى الأعلمية والثانية التأنيث يكفي. ولي أخت واحد اسمها سعاد. ومن يكتو خواهر دارم نامش سعاد است. سعاد منصرف أو غير منصرف؟ غير منصرف. فيه كم علة؟ علتان. الأولى العلمية والثانية التأنيث. من أي نوع التأنيث؟ لفظي أو معنوي؟ حقيقي. نعم حقيقي ومعنوي.
أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة. أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة. پدر و مادرم در آن اتاقی کلانند. الغرفتی، الغرفتو، الغرفتا، کدامش درست است؟ الغرفتي. لماذا؟ بدل. أحسنت. من أين عرفت أن هذه الكلمة بدل؟ نعم، لأنه أو لأنها وقعت بعد اسم الإشارة، وهو أو هي المعرف بال. نعم. أنا أحب أبي وأمي. من پدر و مادرم را دوست می‌دارم. و احب اخی و اختی. و برادر و خواهرم را دوست می‌دارم. در اینجا یکم مراتبه است که ما نصب را می‌گذاریم. در اینجا یکم مراتبه است که بار یکم است که ما چی را می‌گذاریم؟ نصب را می‌گذاریم. در اینجا یک قاعده مایده دیگر آمده است. الفعل المتعدی. فعل متعدی. در زبان روسی فعل متعدی گفته پیریخودنی گلاگول میگویم، یعنی فعل تجاوز کننده. همه خیلی است. تجاوز کردن فقط به معنای آن نیست که در تلویزیون میشنوید. نه، تجاوز کردن فعل آن است که فعل تجاوز کننده آن فعل را مینامند که تأثیر او از فاعل به مفعول به میگذرد، یعنی به پر کننده. معنای او به فاعل چی؟ به یعنی از فاعل به مفعول به میگذرد. معنا ناتمام میشود اگر مفعول به را ذکر نکنید. این را فعل متعدی مینامند. فعل لازم آن است که معنای او در فاعل تمام میشود. هر فعل فاعل دارد اما نه هر فعل مفعول دارد. فهمیدیم؟ بارک الله فیکم. هو ما تجاوز فعل الفاعل الى المفعول به. در زبان عربی میگویند که فعل متعدی آن فعل را مینامند که تأثیر فعل از فاعل و مفعول به میگذرد. مانند احب المدرسه. احب المدرسه، من مدرسه را دوست می‌دارم. احب اللغة العربیه، من زبان عربی را دوست می‌دارم. دیسودی؟ میشه بعضی بار نبینی آدم. خب اعراب این چگونه است؟ احب فعل مضارع مرفوع. احب فعل مضارع است و مرفوع است. فعل سه تا حالت دارد، یا که مرفوع می شود، یا منصوب می شود، یا مجزوم می شود. فعل مجرور نمی شود. فعل مضارع یا مرفوع می شود، یا منصوب می شود، یا چی می شود؟ مجرور، مجزوم می شود. در همه حالت فعل مضارع را منصوب می نامند که اگر پیش از وی یگان عاملی نصب کننده را ذکر کرده شود. در آن حالت وی را مجزوم نامیده می شود که اگر پیش از فعل مضارع یکی از عاملهای جذب کننده را ذکر کرده شود. در اینجا نیست. احب یگان عامل آمدگی نیست، برای همون فعل را مرفوع می نامند. احب فعل مضارع مرفوع. سبب را گفتن در کار است. لماذا مرفوع؟ لانه لم يسبق، یا که میتونه گفتن که لتجرده عن الناصب والجازم. اختصار هم خلاص. لتجرده عن الناصب والجازم. وعلامة رفعه ماذا؟ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. احب زعما دارد. احب برای چی ضمیر ظاهری شد؟ لانه لم يتصل بآخره شیء، زیرا در آخرش یگان چیز پیوست شدگی نیست. والفاعل ضمیر مستتر وجوبا تقدیره انا. فاعل است، هر یک فعل فاعل دارد. دوست می دارم، فاعل به سوالی کی و چی جواب می شود؟
دوست می‌دارم. کی دوست می‌دارد؟ انا. در اینجا انا فاعل شده. همون انا پوشیده شده است. پوشیده شدن انا واجب می‌شود. میدونید برای چی؟ هر چیزی که حاجت به ظاهر کردن نباشد، حاجت نیست، وی را ضمیرش چیکار میکنن؟ میگویند که پوشیده شدنش واجب است میگویند. زیرا من خودم گپ زده ایستادم، احب دوست میدارم، حاجت نیست که بگم که دوست میدارم، من گفتنم حاجت ندارد، زیرا من دیده ایستادیم و چون دیده ایستادیم. همچنین مخاطب باشد واجب میشود. تو دوست میداری مدرسه را، دوست میداری مدرسه. بگویند که بس گفتید که همون ضمیر آشکار نمیشود، بس چرا گفتید که انا احب المدرسه، انا احب مثال ابی؟ برای چی انا گفتیم؟ میگیم که این فاعل نیست، هر چی که پیش از فعل آید وی را فاعل نامیده نمیشود. فاعل بعد از فعل می آید، فاعل بعد از فعل می آید. آنی که پیش از فعل آمده است وی مبتدا است. نعم. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. المدرسة مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد منصرف. اگر بجای دیده اگر ویم که انا احب ابی یا که ویم انا احب المدرسه گفتیم مفعول به منصوب و علامت نصبه فتحه ظاهره گفتیم. اگر بجای مدرسه پدر میشد، بعدی پدر یا متکلم میشد، چگونه میشد؟ میگه که و ابی اب مفعول به منصوب و علامت نصبه فتحة مقدرة على آخره. فهمت؟ فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف ومضاف شده است. وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل ماذا؟ في محل جر مضاف إليه. نعم. اینس یعنی درسی 11. تمارین مشقا اقرأ واکتب و ترجم. بخوان و بنویس و ترجمه بکن. ورقه امتحان رو باید که برای شما تقسیم کردگی باشد. من فی هذا البیت، در این خانه کیست؟ فیه حامد، در وی حامد است. عباره ها را از طرف راست می نویسید و از طرف چپ ترجمه می کنید. الثانی مشق دوم اقرأ، بخوان گفته است. با علاوه کرده فهمانی زده است که تنبیه ضع خطا تحت المفعول به الذي اعرابه ظاهر و خطين تحت المفعول به الذي اعرابه مقدر. یعنی در زیر مفعول به که اعراب او ظاهری است یک تا خط کش، و در زیر مفعول به که اعراب او تقدیر است دو تا خط کش. احب ابی و امی، در اینجا مفعول به کدام کلمه ها می باشند؟ ابی و امی. کلمه اب خودش، فهمید؟ کلمه اب و مفعول به شده است. اعرابش لفظی است یا تقدیری؟ تقدیری. چند تا خط کشیدن در کار؟ دو تا. احب النبی صلی الله علیه و سلم، مفعول به کدام است؟ النبی. خب چند تا خط میکشید؟ یک تا، زیرا اعرابش لفظی است. اسئله، سوال ها. اذكر متى يكون الاعراب مقدرا. و اما اذكر شرط نیست، خط آمده است. اذكر ذکر کن گفته است که یا که خط در کن است. نعم. متى يكون الاعراب مقدرا، اذكر خط کشید.
متى يكون الإعراب مقدرا للمناسبة؟ كذا ما إعراب تقديري مشبت برای مناسبات. فهمید؟ متى تماما. ما تعريف الفعل المتعدي؟ تعريف فعل متعدي چگونه است؟ اعرب ما ياتي. عباره های زیرین را چکن؟ عباره های زیرین را اعراب بکن. احب اللغة العربية، زبان عربی را دوست می‌دارم. احب ابی، پدرم را دوست می‌دارم. این است درس امروزی ما از کتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها از جزء یکم. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.